و دو دلیل است که دنبال این موضوعات اصلی که توحید است، ولا و برا است، کفر به طاغوت است، سایر موضوعات اساسی دین نمیگردند. دو دلیل است. اول دلیل این است که از دست علما و دعوتگران شهرت طلب طاغوتی درباری است که اصلا روی این موضوعات غور نمی کنند، نمی پیچند، بیان نمی کنند. به خاطر رضایت حکام ها، به خاطر رضایت دولت ها و مردم از این مسئله چشم پوشی می کنند و کتمان می کنند و خاطر از اینکه شکم های از اینها چرب باشد این موضوعات اساسی را کتمان می کنند. و دلیل دومی که اکثریت ما و شما مصروف و مشغول دنیا پرستی و شهوت پرستی و شهرت پرستی شدیم. این شب و روز دنبال قصر و بگیر و نمان، مال و متاع دنیا شدیم. از موضوعات اساسی که باعث نجات انسان در دنیا و آخرت میشد، انسان از آتش دوزخ نجات میدهد که این موضوعات اساسی است، از اینها چی شدیم؟ غافل شدیم. به همین دلیل است که امروز بسیاری از مسلمان ها را ببین به خاطر دوستی کردنشان و همکاری کردنشان با کفار یهود و نصارا علیه مسلمانان از دایره ایمان اسلام خارج میشن، معاذ الله، اما اصلا در فکرش نیستند. بحث ولا و برا آنقدر بزرگ است، عظیم است که قبل از بسیاری از احکام الله متعال این موضوع ولا و برا را بیان میکند. این مسلمان بر حذر میسازد که باید چی بکند؟ با دشمنای الله دشمنی، با دوستای الله دوستی بکند. دوستی بکند به خاطر الله، دشمنی بکند به خاطر الله. یعنی موضوع انقدر مهم و ضروری است که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بیان میکند. این موضوع را پرسان میکند: ای صحابه، محکم ترین دستاویز میفهمین چیست؟ مهمترین اصل میفهمین چی است؟ صحابه عرض میکنند: نه خیر یا رسول الله، الله و رسولش بهتر میداند. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید: اوثق اور الایمان، محکم ترین دستاویز ای است که الحب فی الله و البغض فی الله، محبت به خاطر الله و دشمنی به خاطر الله محکم ترین دستاویز است که شما باید دوستی بکنین به خاطر الله، دشمنی بکنین به خاطر الله.